سروزیر بنگلادش شیخ حسینه زیر فشار اعتراضگران از کشور فرار کرد و از مقام استعفا داد. بنا به خبرها شیخ حسینه سواره چرخبال به کشور همسایه هندوستان پناه برده است. شیخ حسینه دختر رهبر حرکت آزادیخواه و جدا شدن بنگلادش از پاکستان محیب الرحمان 15 سال باز سروزیر بنگلادش بود و به تازگی ماه ینور سال جاری در پی پیروزی نوبتی حزبش در انتخابات بار چهارم به این مقام انتخاب شده بود. در پی فرار شیخ حسینه حکومت را در بنگلادش حربیان به دست خود گرفتند. فرمانده ارتش بنگلادش گنرال ووکر الزمان استعفای سروزیر را تصدیق کرد و گفت اکنون در کشور حکومت موقتی تشکیل کرده می شود. گنرال گفت قصد دارد با پرزیدنت محمد شهاب‌الدین ملاقات کرده تا پایان روز به توافق دست بیابند. او گفت با رهبران حزب‌های سیاسی علاقه ملاقات کرده است. ووکر الزمان اما نگفت که رهبر حکومت آینده خواهد شد. گنرال به مردم وعده عدالت داد و گفت آنهایی که بالای تظاهرگران تیر شدند جزا داده خواهند شد. اعتراضات در بنگلادش چند هفته باز ادامه داشته تا امروز باعث هلاکت قریب 300 نفر شد. تنها روز یکشنبه 4 آگوست دست کم 90 نفر از جمله 18 تن از طرفداران حکومت و 13 افسر پلیس کشته شدند. افسران پلیس قربانی حمله به یک شعبه پلیس در شهر سیروجگنج در فاصله تقریبا 100 کیلومتر شمالتر دکه پایتخت بنگلادش شدند. روز دوشنبه 5 آگوست تظاهرگران وارد قرارگاه سروزیر شدند. در ویدیو دیده می شود که حجره‌های کاری وزیران خراب و ماشین‌های در کوچه پرتافته آنها را چپه می کنند و آتش می زنند. در قرارگاه سروزیر تظاهرگران هیکل محیب الرحمان پدر شیخ حسینه را نیز برانداختند. یکی از تظاهرگران به BBC گفت این مثل کندن صدام حسین در سال 2003 در بغداد بود. نیروهای ارتش طوری به نظر می رسد بعد فرار سروزیر آه سبو کشیدند و دیگر تظاهرگران را با استفاده از سلاح پراکنده نمی کنند. شیخ حسینه از زمان بار اول سروزیر شدنش در سال 1996 همیشه با هندوستان روابط نزدیک داشت و هندوستان در عوض از او و حزب او پشتیبانی میکرد. شیخ حسینه از جمله میدان را در بنگلادش برای فعالیت گروه‌های مسلحی که به ضد حکومت هندوستان می جنگیدند تنگ کرده به هندوستان در راه تجارت به انتقال مال امتیازهای فراوان داد. این به انتقادها از جانب مخالفین روبرو میشد. مخالفان بر این بودند که هندوستان باید از مردم بنگلادش حمایت کند نه از یک حزب علیحده و رهبر آن. بنگلادش کشوری است که در آسیای جنوبی با 171 میلیون اهالی، این کشور که قریب تمام مرزش با هندوستان بوده تنها مرز کوچک با میانمار و راه برآمد به خلیج بنگاله دارد و در اول سالهای 70 عصر 20 با کمک حربی هندوستان از پاکستان جدا شد.